نسلی هستیم که بچگیمون نصف شبا تو بغل باباهامون سرمون به نرده های راه پله میخوره، از خواب بیدار میشدیم، میدیدیم تو زیر زمین ها پناهگاه دعوا بود، همسایه هامونو میزدن، شیشه های خونهمون میریم، لوسرامون میافتن. عجب دوره هراس انگیزی بود. خانواده کاملا مذهبی داشتم و همشون در جریان انقلاب شرکت داشتن و بعد از اینکه جنگ به وجود اومد پدرم نظامی و به منطقه رفتم و خب سالهای چندان در رفاهی نداشتم و همیشه احساس میکردم که حق من یک جوری داره پایمال میشه و همیشه در صدد گرفتن حقوق خودم. از همون دوران کودکی خیلی دلم خواست وکیل بشم. توی دوره راهنمایی و دبیرستان راهنمایی میرفتیم، بابامون موقع خدا بیامرزدش شهید شد، خب با هم میرفتیم این تظاهرات و چیزای رسمی بود، این لباس بسیجی میپوشیدیم یه پرچم میدادن و بهمون میگفتن آره آمریکا حتی مواظب شماست. من اینجوری راست میایستادم، خب دیگه ببینید چه جوری بودم، راست میایستادم، پرچم‌ها رو میگرفتن که اگه دارن نگاه میکنن از آسمون با ماهواره راست ببینن. من نقطه عطف تو زندگیم زیاد داشتم، سقوط هم زیاد کردم. به جرئت میگم تو خیلی جنبه‌ها بدبخت‌تر از دیگران بودم، ولی نه، هیچ وقت شما نمیخوام با کسی عوض کنم، هیچ وقت نمیخوام کسی بشم، میخوام خودم باشم. خودم باشم که تغییر میکنه، خودم باشم که پویایی داره، خودم باشم که به هر دری میزنه. سلام مای لاو، عشق من، چطوری تو؟ ساعت 5 قرار بیاد، بگو میام، فکر نکنم بیاد، فکر نمی‌کنم بیاد. من میتونم بفهمم که چرا وضع اقتصادی ما رسیده به اینجا، برای اینکه شما بنیادی دارید به اسم بنیاد مستضعفان. این نهادی که چیزی حدود 30 الی نیمی از تولید ناخالص ملی ثروت کشور رو داره، نه یک ریال مالیات میده، نه تحت کنترل دولته، نه تحت کنترل ملت، نمایندگان ملت، نه مخلوقات روش نظارت دارن، هیچی. نظام جمهوری نظامی است که به سادگی نمیشه ترکش رو کن. اونا که فکر میکنن انقلاب دیگری در راه هستن، بحران در راه هست. یا 50,000 تومان حقوق میده، 70,000 تومان کرایه میده و به روی خودش نمیاره که تو صبح بیری شب بیاری. نونت از کجا در بیاد؟ سفره رو کی رنگین میکنه؟ محافظه‌کارا هنوز متوجه نشدن که انجمن اسلامی تبدیل شده به این موجود، اینجوری انجمن اسلامی. انجمن اسلامی دیگه مثل سال 59 سال 60 سال 61 سال 62 نیستش. آدمایی که مقاصدی داشته باشن، نمیدونم اینا اینجوری نیستش. یه موجودات جدید اومدن، یه نسل جدید اومده. یه تیکه خیلی جالبه برام خاطره است. تیکه بعد از پل یه سربالاییه، من زیر پل پیاده میشدم خودم، این تیکه رو همیشه پیاده میرفتم رو به روه. بعد خیلی سختم بود چون زانوام درد میکنه، همیشه من گفتم چرا من باید انقدر سختی بکشم. بعد یه مدت دیدم خب اگه نکشم باید سختی‌های دیگه‌ای بکشم، بهتره همین سختی‌ها تحمل کنم. خب سیگار نکشید، کرایی که میگیریم میذاریم برای سیگار حتما. نه مادر، خیلی کم پول سیگار میدم، سیگاری که میکشم ارزون ترین سیگاره. ادامس بذارین دهنتون تخمه بشکنین بهتره. اون خرجش بیشتر از سیگاره. نه باور کنید. خب ضرر نداره، اقلا بدنتون هم ضرر داره. آدم همیشه هم به ضرر فکر نمی‌کنه.